با شرافت صاحب استقلالی و توجه و دستگیری‌های همیشگی راهبریت عالی مملکت، ساحه معارف به طور نظررس رشد نموده است و تمام شرایط‌ها برای آموزش و تحصیل جوانان فراهم آورده شده است. جوانان را ضرور است که از این امکانیت‌ها ثمرناک استفاده برده، صدقاً آموزند، متخصص ساحه‌های مختلف شده، کار و فعالیت نمایند و به غمخواری‌های سرور دولت ارزنده بودن خود را طریق فضل و دانش و سهم مناسب در پیشرفت جامعه ثابت سازند. امروز با توجه به واسطه پیشوای ملت، امروز آموزگار و رسالت او در جامعه قدر و منزلت بلند دارد و پیش از همه این از زحمت صافدلانه و مهنت بردوام آموزگار در تعلیم و تربیه و به راه راست و درست زندگی هدایت نمودن نسل جوان و نورس می باشد. آموزگار بودن مثل شمع روشنایی کردن است و توسط جای دادن خرد و فضیلت در تفکر شاگردان جامعه انسانی را دور از جهالت نگاه داشتن و زمینه با اعتماد زندگی متمدن را گذاشتن است. بزرگوار جامع گفته است که اگر در جهان نبود آموزگار، شود تیره از بیخرد روزگار. در حقیقت رسالت آموزگار آوردن همون نور و ضیا، روشنی در جامعه، یعنی تربیت نمودن نسل آینده که جامعه سازند، نسل آینده که آنها باید این جامعه را به قله‌های باز هم بلندتر و بلندتر برسانند. در دل آنها همین نور و ضیای علم آموزی، معرفت آموزی، وطن پرستی، ملت دوستی، همین یک نور و ضیایی که فرزندان امروزه خلق تاجیک و آینده های باز هم درخشان روند، آن را روشن کردن، آن چراغ معرفت را در دل آنها فروزان نمودن و نسل های آینده را در راه دوستی، رفاقت، وحدت و تندرستی تربیت نمودن است. آموزگار شخصی است که تمام هستیش را در راه تعلیم و تربیت نسل نورس فدا می کند. این صداقت و صمیمیت در تجربه برتر از 50 ساله معلمه زیب‌النسا قطب‌الدینова واضح می گردد. بیش از 50 سال است که موصوف تعلیم و تربیت نسل نورس را شغل اساسی و دوست داشته خود انتخاب کرده است. الان او در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 54 ناحیه سینای شهر دوشنبه فعالیت نموده به خوانندگان از فن‌های زبان و ادبیات تاجیک درس می‌گوید. هنگام صحبت با ما معلمه زیب‌النسا قطب‌الدینова از پیشرفت ساحه معارف در دوران صاحب استقلالی اظهار خوشنودی نمود. رسالت یک آموزگار این است که به کسب پیشا نموده‌اش صادق و در مناسبت با خواننده صمیمی باشد. ابراز داشت معلمه زیب‌النسا قطب‌الدینова. آموزگار باید سرسپرده کار خود باشد. یک زمان بود که در دوره‌های ابتدایی آن استقلالیتی که ما به دست آوردیم بودند روزهای بسیار سخت و وزنینی که ما آموزگاران تنها آن آموزگاران در مکتب ها ماندند که آنها سرسپرده خلق و وطن خودشان بودند و حتی به معاش نیز کار میکردند، به همه سختی ها و مشکلی ها تاب می آوردند و تنها یک مقصد داشتند، یعنی درهای همین مؤسسه ها باید گشاده باشند. خوانندگان یک روز هم باید به آموزش به مکتب نباشند. باید ما آینده خود را از امروز پیشکی بینیم که تا کجا می رویم و همین رسالت را آموزگاران اصیل نگاه داشتند. این نگذاشتند که درهای مکتب بسته شوند، نگذاشتند که یک روز هم باشد خوانندگان به تحصیل، به تعلیم، به تربیت مانند. افتخار می نمایم که شاگردان تربیت نموده‌ام امروز در ساختارهای گوناگون جمعیتی کار می کنند و این یا آن ساحه را در مملکت پیش می برند، می گوید زیب‌النسا قطب‌الدینова. این آموزگار صاحب تجربه همزمان از آن خوشنودی نمود که امروز خوانندگان با شوق و هوس بی اندازه به آموزش مشغول می شوند و چنین روند نیک
умеду бовари моро ба ояндаи дурахшони тоҷикистон боз ҳам қавитар мегардонад. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 54 ки тавре ки гуфтем муаллима дар ҳамин ҷо дарс медиҳад, дар партави сиёсати маорифпарварона ва бо дастгирии роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҳаз гардида, мисли дигар мактабҳо шароити хуби таълим фароҳам оварда шудааст. қобили зикр аст ки бунёди муассисаҳои нави таълимӣ, таҷдиду таъмири пурраи онҳо, васли технологияи муосир ва таъмини таҷҳизоти дигари дарсӣ имкон медиҳад ки ҷавонону наврасон бо шавқу ҳаваси беандоза ба омӯзиш машғул шаванд. давлату ҳукумати мамлакат хизматҳои муаллима Зебонисо Қутбиддинованро бо чандин ифтихорномаву сипосномаҳо ва бо унвони аълочии маорифи Тоҷикистон қадршиносӣ кардааст. имрӯз Зебонисо Қутбиддинова бо шукргузорӣ аз давлати соҳибистиқлол, мамлакати тинҷу ором ва сарвари ғамхор нисбат ба мактабу маориф дар оғӯши Тоҷикистони бештосо ва дар ҳалқаи канданашавандаи шогирду устод хушҳолу осуда зиндагӣ менамояд.